انتخابات 11مین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران سرآغاز فصل تازه‌ای است. Moderation and prudence. مودریشن؟ فصل تازه؟ بیشتر بوی یونجه تازه است که این یارو رو گیج کرده و قاط زده. بابا اینجا چه خبره؟ این جلسه تعلق به شما داره و لذا من بسیار کوتاه نکاتی رو عرض میکنم و بعد به پاسخ سوالاتی که مورد نظر شما هست خواهم پرداخت. اوه شیخ فرینو چه با ادب. باشه خواهش دارم پس یک کوچولو از همین بازی انتخابات بگو که چی بود؟ تنها یک انتخابات نبود، آغاز فصل نو بود و لذا پس از اعلان نتیجه انتخابات همه آمدند، به ویژه جوانان عزیز. چه کردند؟ خیابانها، مجامع، ورزشگاه‌ها. بگیر فک عظما رو. بله شما فرمایش کنید دیگه چی؟ تو فضای مجازی چه غوغایی کردن. شیخ فریدون جوونا و فضای مجازی رو بیخیل شو، واسط خوب نیست. برو سراغ صاحب توبره. جا دارد از رهبر معظم انقلاب تا مراجع تقلید تا روحانیون و ائمه جمعه از همه سپاس میگویم، از همه تشکر میکنم. ایدن تازه شدی بچه آدم، اونم دور از جون. حالا ناسلامتی رئیس جمهوری رو زدی تو رگ، یکم کار سیاسی کن. اولیش قدم گذاشتن در مسیر شفافیت بیشتره. البته برنامه‌های هسته ما کاملا شفاف هست، اما ما حاضریم شفافیت بیشتری رو نشون بدیم و روشن کنیم برای همه دنیا که اقدامات جمهوری اسلامی ایران کاملا در چهارچوب‌های بین المللی هست. که سگ 13 به در بود جایزه دروغ 13 رو یه ضرب زده بودی زیر عبا. خاندایی ما میگه توسن عظما زرتش قمصور شده که حالا عاشق فری ریشهنایی واسهش چوپی میرقصه، اما ته خط با همون ساز ولایت میرقصه. اصلش که حتما به هر حال یک فخر و افتخار برای بنده و برای دولت خدمتگزار و دولت تدبیر امید خواهد بود. حقاً که نماینده عظما تو حنابندون و رنگ کردن هسته‌ای بودی. تو عالم هفت خطی واسه عظما هم یه برنامه مشتمال بذار، بلکه این جسم ناقصش زیر این فشارا له نشه. برنامه‌شو منظم ردیف میکنی؟ اما اینکه حالا به طور منظم یا فصلی یا نوبه‌ای یکم زوده، ولی به هر حال اگر بشه به صورت منظم باشه شاید بهترم باشه، ولی اصلش به هر حال بله من قول میدم انشالله. قول مول چیه؟ بابا عظما داره زیر فشار ملت کتلت میشه، اون وقت تو ناکس امایر میکنی؟ میترسی یا نمک به حرومی میکنی یا مشکل دیگه ای داری؟ خب این ما رفتیم یک سوال شما رو حل کنیم چون 3 سوال. هر رو آب بخندی. سالای سال نعلین سیدعلی رو تو مذاکرات اتمی و امنیتی جفت میکردی. دیگه اون دوره گذشته دیگه. الان ما در یک شرایط خاصی هستیم. شرایط خاص؟ آره دارمت. طلسم عظما شکسته دیگه، ولی خب بالاخره تو مذاکرات خوب اون 3 کله پوک و رنگ و کشمال میکردی ها. من لازمه به شما بگم که ما با آقای شیراک در مذاکرات سال 2005 به توافق نهایی رسیدیم که چگونه اعتماد بین المللی برای همه جلب بشه و در ایران غنیسازی ادامه پیدا بکنه. دهنه بزن بابا، تو هنوز نیومده بند و آب دادی که تو راهرو ریاست که رک میگی غنیسازی، فردا باید فری بمبی صدات کنی. حالا ببینم اون توافق چی بود؟ توافقی که با آقای شیراک کردیم میتونست راه حل نهایی باشه که بعد آلمان ها با اون موافقت کردن. متاسفانه انگلیسی ها با فشار آمریکایی ها موافقت نکردن و کار ناقص باقی ماند. نثار شیراک و رفیق آلمانیش کشک.
اون یارو حاج استرا هم احتمالاً زیر فشار بوده، وگرنه اوشون از مقلدین آقاست. تجوید و علم طهارت هم پیش خود حاج آقا مکارم پاس کرده. حالا ببینم فکر میکنی مذاکرات چی میشه؟ من فکر میکنم راه‌حل‌های بسیار زیادی برای ایجاد اعتماد وجود داره. مثلا یکیش همون توافقی است که بین من و آقای شیراک قبلا انجام گرفته بود. همون توافق میتونه یکی از راه‌حل‌ها باشه. بابا خفمون کردی با شیراک گفتنه. اون بدبخت دوزاری خودش الان داره بین دادگاه و زندان یورتمه میره. همه درا روش بسته شده. اولین قفل باز شد. شیطون میگه یه جفتک طلایی بذارم زیر اون ریش حناییت که به خاتمی بگی حاجدایی. تو هم با این بازی قفل و کلیده. از آخر من شروع میکنم. والا ما گفتیم کلید داریم، داس نداریم. دوباره خندید با این اشوای شطوری. اینم شیخ فری، تو بابات که بردت حوزه یادت نداد که هی نخندی اونجا؟ سوال سختی از ما میپرسه. خاندایی ما میگه توسن با آخوند جماعت، اونم از جنس ولاییش دمخور نشو، کفاره داره. آخرش هم طرف خر میاد بلا نسبت الاغ میره، چیزی هم ازش در نمیاد. پس اینایی که گفتیم چی بود؟ پس همین. ببن نیشه تو بر خر شیطون لعنت. اون یارو ریشش توفاق بود، یزدیا میگفتن پاچه برمالیده است. تو رو چی میگن؟ فقط به آفتاب یزد گفتن یا به بقیه هم گفتن؟ نه خیر، به آفتابه بیت عظما هم گفتن. تنت میخوره واسه یه جفتک توسن نشانا.